به نام خدا سلام عرض می کنم خدمت همه شما دوستان عزیز. امیدوارم که حالتون خوب باشه. در جلسه قبلی ما در مورد کاربرد دیفرانسیل صحبت کردیم، آن معرفی کردیم. بعد رفتیم سراغ معرفی، میخواستیم که انتگرال معین رو معرفی بکنیم و برای معرفی انتگرال معین رفتیم و زیگما ها رو معرفی کردیم، نماد زیگما رو معرفی کردیم، یه چند نمونه مثال ازشون حل کردیم و اینکه تا اینکه رسیدیم به سطح و انتگرال معین. اینی که می نویسم سطح و انتگرال معین، میخوام اینو بگم که یکی از کاربردهای انتگرال اینه پیدا کردن مساحت سطح. مثلا شما اگر یه مستطیل داشته باشید که مثلا عرضش A باشه طولش B باشه یا بالعکس، مساحتش بخواید حساب بکنید میشه خب طول ضرب در عرض. یا مثلا مثلث داشته باشید میشه قاعده ضرب در ارتفاع تقسیم بر 2. اما داستان به این شکلی که اگر شما سطح شما این شکلی باشه، مثلا یه همچین حالتی باشه، بعد از یه بازه مثلا شروع بشه تا از این نقطه شروع بشه تا این نقطه دیگه داخل یه بازه، بخواید مساحت این سطح رو حساب بکنید چی؟ بازم میشه از فرمول ثابتی استفاده کرد یا نه؟ و اینجا میبینیم که نه، از فرمول ثابتی نمیشه استفاده کرد و ما بایستی از روش‌های دیگه استفاده بکنیم. مهمترین روشی که اینجا ما به کار میبریم اینه که ما میایم این مساحتمون رو، این سطحمون رو به قسمت‌های کوچک و مساوی تقسیم میکنیم. ایده کلی کار دارم میگم. و بعد از اینکه این کار رو انجام دادیم میایم مساحت مثلا یه تیکه رو حساب میکنیم، مساحت این تیکه و همه رو با هم دیگه جمع میکنیم. وقتی همه رو با هم دیگه جمع میکنیم نماد زیگما میاد. خب برای اینکه ما کامل این داستان رو متوجه بشیم بذارید من ضمن یه مثالی این رو توضیح بدم. از مثال آسونم شروع میکنم که بتونیم ما تفاوت رو توی حالتهای مختلف احساس بکنیم. میگه سطح زیر منحنی y مساوی با x به توان 2 در فاصله یا در بازه 0 تا 2 رو میخوایم به صورت تقریبی به دست بیاریم. خب برای این کار اول از همه من بیام این نمودارش رو رسم بکنم. نمودارش هم که میدونید دیگه چه شکلی میشه و برای اینکه من دقیق تر بتونم بحث بکنم میام نمودارش رو مثلا به این شکلی که به این شکل رسم میکنم. خب اینجا مثلا اگه 1 باشه اینجا هم 1 به توان 2 هست، درسته؟ اینجا مثلا اگه 2 باشه اینجا میشه 2 به توان 2 یا همون 4. این نموداری که ما از قبل بلد بودیم و نمودار y مساوی با x به توان 2 به این شکل است. خب ما میخوایم مساحت سطح زیر منحنی یعنی این قسمت رو محاسبه بکنیم. اولین کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که ما این فاصله 0 تا 2 رو بیایم به مثلا به 2 قسمت مساوی تقسیمش بکنیم. یه قسمت اینجا میشه، درسته؟
یه قسمت هم اینجا میشه. الان به 2 قسمت مساوی تقسیمش کردم، ولی میام اینو تبدیل به مستطیلش میکنم، یعنی اینجا و اینجا. دوم مستطیل اشتباهی حذف کردم. این مستطیل بعدی باید این شکلی رسم بشه. درسته؟ خب حالا من برای اینکه مساحت سطح زیر منحنی رو به دست بیارم کافیه که مساحت این مستطیل و این مستطیل رو حساب بکنم و به این شکل حساب بکنم. میگم که این رو من چیکار کردم؟ به 2 قسمت مساوی تقسیم کردم. بعد من بخوام مساحت به دست بیارم میگم این مستطیل دیگه 1/1 میگه مساحتش میشه طول ضرب عرض. این هم مساحتش نگاه کنید 1/4 میسم 1 ضرب داره 4. طول ضرب عرضش این شکلی میشه. این که میشه 1، این میشه 4، جواب میشه 5. خب اگه دقت بکنید مساحتی که من حساب کردم بیشتر از مقدار واقعی بوده، یعنی من اینجاها رو هم به عنوان مساحتش حساب کردم که به این میگیم ما تقریب اضافی. حالا این به عنوان یه مشکل مطرح هست دیگه. میایم چیکار میکنیم؟ میگیم که خب این دفعه به جای اینکه من بیام تقریب اضافی رو حساب بکنم یه جور دیگه حساب میکنم. دوباره این نمودار رو من رسم بکنم، این دفعه کپی ازش بگیرم. حالا شاید بازه فاصله که من دارم اینجا چیز میکنم یه مقداری نامتقارن باشه، ولی شما فرض رو بر این بگیرید که این فاصله ها مساویه. داستان چیه؟ داستان اینه که من اینجا مساحتی که حساب کردم از حالت عادیش، یعنی حالت اصلیش بیشتره، تقریبا اضافی رو حساب کردم. میام چیکار میکنم؟ میگم که خب این دفعه من مستطیلمو این شکلی در نظر میگیرم، یعنی این قسمت رو اینجوری و این قسمت هم مستطیلمو این شکلی میسازم. یه مستطیل به وجود اومد دیگه، درسته؟ حالا مستطیل مربع به دست اومده. اینجا بعد طول 0 و مستطیل دومی طولش 1/1. بعد شما میاد اینجا حساب میکنید میگی 0/1 به اضافه 1/1 جواب میشه 1. بازم که دقت بکنید اینجا و اینجا محاسبه نشده، به این میگن تقریب نقصانی. حالا بعضی اینو تلفظ میکنن نقصانی، ما با همین تلفظ نقصانی ادامه میدیم. میبینیم که اختلاف این دوتا 4 واحده. پس اختلاف این دوتا تقریبا شد 4 واحد که خطاش به نظر من و طبیعتا زیاده دیگه. 4 واحد خیلی زیاده. برای این کار میریم این دفعه پس اینجا ما نمون رو و در این دوتا شکل بازه هامون رو به 2 قسمت تقسیم کردیم. من وقتی میگم بازه رو به 2 قسمت تقسیم کردیم یعنی اینکه n ما برابر با 2 هست. حالا این n چیه؟ تعداد بازه های ما هست، تعداد تقسیم بازه های ما هست. یعنی من یه بازه تبدیل به 2 تا بازه کردم. الان اینجا میخوام یه بازه 0 تا 2 یه بازه 0 تا 2 تبدیل به 6 تا بازه بکنم. پس من میخوام چیکار بکنم؟ میخواهیم بازه 0 تا 2 رو به 6 قسمت مساوی تقسیم کنیم. یعنی این من باشه 6 قسمت. به نظر شما من اینو چند
چند تا قسمت بکنم؟ 0 تا 1 رو 3 قسمت بکنم، 1 تا 2 هم 3 قسمت بکنم دیگه میشه 6 قسمت. من برای اینکه اینو به دست بیارم میگم که 2 رو منهای 0 میکنم تقسیم بر مثلا 6. دارم چی به دست میارم؟ دلتا ایکس رو به دست میارم، میشه 2 شیشم یا همون 1 سوم. این 1 سوم چیه؟ 1 سوم منظورم اینه که من میام بازه رو، این چیزی که اینجا دارم رو به 3 تا، اینجا 3 تا 1 سوم، یعنی این میشه 1 سوم، این میشه 2 سوم، این میشه 3 سوم یعنی 1، این میشه 4 سوم، این میشه 5 سوم، اینم میشه 6 سوم یعنی 2. خب طبق همون چیزی که گفتم اینا رو تبدیل به مستطیل میکنم، یعنی مستطیل به این شکل. حالت اضافی دارم تبدیلش میکنم. حالا میخوام چیکار بکنم؟ مساحت این مستطیل رو به دست بیارم. مساحتش هم که میخوام به دست بیارم میدونم دیگه اینا همه 1 سومن، اندازه این ارزها 1 سوم هست، 1 سوم 1 سوم 1 سوم، طولاشون فقط با هم فرق بکنه. من این طولی که میخوام به دست بیارم رو از اینجا تا این خطی که قطع میکنه، یا مثلا نگاه کنید این شکلی اسم مساوی با تو ارزشون که همه 1 سومه، این اینجا بنویسم ازشون فاکتور میگیرم. من به جای اینکه بیام تک تک اینا رو حساب بکنم از 1 سومشون فاکتور میگیرم. حالا طولاشون رو با هم دیگه جمع میکنم. اینجا 1 سوم روی این نقطه روی خط تابع میشه اینجا چی؟ 1 نهم. درسته؟ چون تابع ما y مساوی با x به توان 2 هست دیگه. خب اینجا وقتی 1 سوم باشه مقدارش میشه چند؟ 1 نهم، یعنی به توان 2 میرسه. خب اینجا 2 سومه، 2 سوم میشه 4 نهم. اینجا 3 سوم یا همون 1 میشه 1. اینجا 4 سومه میشه 16 نهم. اینجا 5 سومه میشه 25 نهم. اینجا 6 سوم یا همون 2 که مقدارش میشه 4. یعنی من میام اینجا 1 سوم رو ضرب داره، جمع این میکنم، جمع اینم میشه به عبارتی 91 نهم. درسته؟ که جواب میشه 91 27. خب این برای حالت اضافیشه، تقریب اضافی ما. تقریب نقصانیش هم اینجا حساب بکنم من، پس دقت بکنید من اینجا وقتی داشتم این داخل پرانتزا می نوشتم از این زل ها کمک گرفتم، از اینایی که چون تابع ما سعودیه زل بزرگش میشه اینا، از اینا کمک گرفتم. حالا بریم نقصانیش رو بنویسیم. دوباره بازم همین کار رو برای این انجام میدیم، یعنی همون n 6 هست ولی این دفعه میخوام مستطیلامو این شکلی رسم بکنم. این 1 سوم، این 2 سوم، 3 سوم، 4 سوم، 5 سوم، 6 سوم یا همون 2. مستطیلامو این شکلی رسم میکنم، اینجوری. حالا یکم این همه مستطیلا با هم دیگه مساوی هن، یعنی عرضشون با هم دیگه مساویه، باید طولشون فرق میکنه. من الان اینجا بد کشیدم. خب نگاه کنید برای
این که من اس رو حساب بکنم، این مساحتش رو حساب بکنم، میگم چیکار بکنم؟ یعنی از 1/3 که فاکتور میگیرم، طول این که صفره، طول این یکی یا کنیم من از این زل کمک میگیرم، از این زل کمک میگیرم، میشه اینجا 1/3 باشه، اینجا میشه 1/9. دفعه قبلی اگه یادتون باشه من از این زل کمک میگرفتم، ولی الان اون زلی که به تابه میچسبه، به نمودار تابه میچسبه کمک میگیرم، میشه 1/9. بعد این میشه برای این مستطیل میشه 4/9. اینم که میشه 1. بعدی میشه 16، یعنی 4/3 میشه 16/9. بعدی میشه 5/3 میشه 25/9 دیگه. یعنی من برای این مستطیل آخری از این زل کمک گرفتم دیگه، اینو نمی‌نویسم، همینجا تموم میشه. پس میشه 1/3 ضرب داره یا همون 55/27. اختلاف این دوتا قبلی چند شده بود؟ 91/27 بود. منهای 55/27 برابر میشه با 36/27 یا همون 4/3. دفعه قبلی اگه یادتون باشه n رو ما وقتی که 2 گرفته بودیم اختلافشون شد 4، ولی اینجا شده 4/3، یعنی این 4 که داشتیم 1/3 کم شده، یعنی 4/3 شده. درسته؟ اختلافش اومد پایین. نتیجه میگیریم که ما اگر این کار رو همینطور ادامه بدیم، یعنی من اگر بیام چیکار بکنم، حال n رو برابر با 10 در نظر میگیریم، من میام این دفعه تعداد بازامون یا تقسیمات بازامون زیاد میکنم، 10 تا میکنم. 10 تا میکنم یعنی هر 0 تا 1 رو باید به چند تا بخش تقسیم بکنم. میگم خب این کار میکنم، میگم 2-0 تقسیم بر 10، یعنی میشه 2/10 یا همون 1/5. یعنی هر یکی از این بازار رو باید 1/5 بکنم. بعد میام این کارا مثل دفعه قبل انجام میدم، 1 2 3 4، اینم 5، این 5/5، 6/5، 7 8/5، اینم 9/5، اینم 10/5. حالا اینجا دیگه مستطیل کشیدن این ذره دیگه سخت میشه. من بذارید مساحتش رو بنویسم. هر کدوم از اینا 1/5 دیگه، هر کدوم از این مستطیلا عرضشون 1/5، طولشون میشه اون نقطه‌ای که به تابع، مقدار تابع در اون نقطه رو من می نویسم. پس برای اینکه S رو بنویسم توی این قسمت، S اضافی رو بنویسم، می نویسم هر کدوم از اینا که 1/5 هستن، عرضشون طولشون رو این شکلی می نویسم، اضافی رو قرار بنویسم، یعنی این میشه 1/5 به توان 2 برسه میشه 1/25. بعدی میشه 2/5 میشه 4/25، 3/5 میشه 9/25، 4/5 میشه 5/5 میشه 16/25. بعدی میشه 1 تا ادامه پیدا میکنه تا 4 دیگه، 2 به توان 2 میشه 4. اینا رو با هم دیگه جمع بکنم میشه 77/25. جمع بکنیم ضرب در 1/5 بکنم میشه 77/25. سادهش که بکنیم میشه این S اضافی. این S نقصانیش هم اگه بخوایم حساب بکنیم،
این شکلی میشه اما 1/5 که هست برای همه. این دفعه من به جای اینکه طول رو ضلع سمت راستی در نظر بگیرم، ضلع سمت چپی در نظر میگیرم، به خاطر اینکه ضلع سمت چپی به نمودار تابع میچسبه. میشه 1/25، 4/25، بعد ادامه پیدا میکنه میره تا 5 6 7 8 9 25 یا به عبارتی 81 9/5 یا به عبارتی 81/25 که اینم جمع انجام بدیم ضرب در 1/5 بکنیم میشه این دفعه 57/25. اختلافشون در ببینیم چجوری میشه. 77/25 منهای 57/25 میشه به عبارت 20/25 یا 4/5. نگاه کنید 4/3 بوده الان شده 4/5. اختلافش داره همینطور پایین بیاد. خب ما این کارو میکنیم، میگیم که در حالت کلی ما اینجوری می‌نویسیم فاصله 0 تا 2 را به n قسمت مساوی تقسیم میکنیم. به n قسمت مساوی تقسیم میکنیم و هر چقدر n بزرگتر باشد، قبول دارید دیگه، فاصله تقریب اضافی و نقصانی کمتر است. حالا ببین چه اتفاق میفته. من میام به n قسمت مساوی تقسیم میکنم، یعنی دلتا x من میشه 2-0 n. قبول دارید دیگه. خب بعد یعنی همون 2 n. من s اضافی رو بخوام به دست بیارم، میگم که این 2 n که عرض همه هست، 2 n که مال همه هست. اضافی میخواستم به دست بیارم، این ضلع سمت راستی رو حساب میکردم. برای هر مستطیل ضلع سمت راستی رو حساب میکردم، یعنی میشد 2 n به توان 2. چرا به توان 2؟ چون تابمون x به توان 2 دیگه، به اضافه به حال بعدش میشد 3 n به توان 2 تا مثلا 4 n به توان 2. 2 n جلو میره دیگه، 2 n به اضافه 2 n میشه 4 n. یه جمله قبل پایان میشه 2 n منهای 2 n به توان 2 و جمله آخرش میشه چی؟ n ببخشید 2 n به توان 2. من میام اینو به این صورت بنویسم زیگما این جمله آخریه. فقط نگاه کنید چون این میشه 2 4 6 8 نه تا 2 n، این میشه 2 i، پایین که همیشه n هست اینم می نویسم، توان 2 رو میذارم. i از چند شروع میشه تا چند؟ از 1 شروع میشه چون 2 تا 2 بود دیگه، از 1 شروع میشه تا n. خب اونایی که داخل زیگما، اونایی که به i بستگی ندارند رو من از میکشم بیرون از زیگما. از ویژگی های زیگما همین بود دیگه. 2 به توان 2 میشه 4، 4 2 تا میشه 8 تا. n به توان 2 میشه n به توان 2، اینجا n هم اینجا داریم میشه n به توان 3 و چیزی که باقی میمونه زیگما i از 1 تا n i به توان 2. اگه یادتون باشه زیگما i به توان 2 رو من جلسه قبلی طبق یه نکته گفتم
این به عنوان اینکه مثلا حفظ بکنید بهتره، چون ما اینجا باش سرکار داریم. این جوابش میشه n در n به اضافه 1 در 2n به اضافه 1 ششم، که من اگه بخوام اینو انجام بدم این میشه 4 میشه 3 و این n با یکی از اینا میره میشه n به توان 2. کلا میشه این شکلی 4 n به اضافه 1 2n به اضافه 1 اینجا میشه 3n به توان 2. اگر من n رو به سمت بی نهایت میل بدم این جوابش میشه 4/3. بزرگترین درجه صورت ضریبش میشه 8/3. 8 بزرگترین درجه مخرجم که 3 هست ضریبش، پس میشه 8/3. حالا تقریب نقصانی اینو حساب بکنیم. قرار شد که تقریب نقصانی حساب بکنیم، به جای اینکه این ضلع سمت راستی رو حساب بکنیم ضلع سمت چپی رو حساب بکنیم تا به سعودیه. خب حالا میخوام اس نقصانی رو حساب بکنم. عرض همشون که 2n هست، طولشون فرق میکنه، طول همه مستطیلا فرق میکنه. سمت چپیه رو قرار بود حساب بکنم. وقتی که سمت چپیه حساب بکنم اولی میشه 0، دومی میشه 2n به توان 2، بعدی میشه 4n به توان 2 تا جمله آخر که جمله آخر میشه 2n منهای n، نه 2n منهای 2 n به توان 2. دیگه اون ضلع آخر رو نداریم دیگه، چون ضلع آخر رو دیگه اینجا حساب نمی کنیم. ضلع آخر از تابع رد میشه، یعنی مستطیلی نداریم که بخوایم حساب بکنیم. خب پس اینو اگه من بخوام بنویسم به صورت نماد زیگما اینجوری می‌نویسم. این که 2n برای این جمع من این شکلی می‌نویسم. جمله عمومیش اینه، چون اینجا تغییر میکنه میشه 2i منهای 2n به توان 2. این دفعه i اگه گفتید از چنده؟ از همون 1 میشه تا n. خب من برای اینکه این رو انجام بدم، اول اونایی که به دردم نمیخورن، یعنی که به آی وابسته نیستن رو میذارم پشت زیگما، یعنی میشه از 2 اینا فاکتور میگیرم به توان 2 میشه دوباره میشه 8 n هم به توان 2 با این n میشه n به توان 3. این دفعه بذارید من اینو یه جور دیگه بنویسم، میشه 8 n به توان 3 زیگمای آی از 1 تا n آی منهای 1 به توان 2. آی منهای 1 به توان 2 این هم از همون فرمولی که قبلا کمک گرفتیم، یعنی از همون نکته قبلا کمک گرفتیم. اون دفعه n می نوشتیم در n به اضافه 1 در 2n به اضافه 1. این دفعه بایستی به جای اون این شکلی بنویسیم n منهای 1 در n منهای 1 به اضافه 1 آخری هم در 2 تا n منهای 1 به اضافه 1. درسته؟ دفعه قبلی اینجا i بود، من نوشتم n در n به اضافه 1 2n به اضافه 1. اینجا که i منهای 1 هست به جای همه اون n منهای 1 می نویسم. خب این که هم میشه n، اینم میشه 2n منهای 2 اضافه 1 که میشه 2n منهای 1. پایینش هم که n، پایینش هم چی بود؟ 6 بود. سادهش بکنم این 8 میشه 4، این میشه 3، این n هم با یه n این میره میشه n به توان 2
میشه 3 تا n به توان 2. بعد بالا هم میشه 4 در n منهای 1 در 2n منهای 1. چرا؟ چون 2n منهای 2 به اضافه 1 میشه 2n منهای 1. خب این باز اگه n رو به سمت بی‌نهایت میل بدم، یعنی حدش رو حساب بکنم، باز بالا میشه 8n2، پایین میشه 3n2 که n2 و n2 ساده میشه و 8 سوم به دست میاد. ببینید حالا اینجا نتیجه گرفتیم که وقتی که n رو به سمت بی‌نهایت میل بدیم، s اضافی و s نقصانی مقدارشون یکی میشه و بنابراین مساحت واقعی که میگن منظور غیر از نقصانی اضافی، بینش مساحت واقعی همان 8 سوم است. نکته که ما اینجا بهش میرسیم اینه: تقریب نقصانی ما همیشه از مقدار واقعی کمتره و تقریب اضافی ما از مقدار واقعی بیشتره. اما اگر حد نقصانی رو مساوی با حد اضافی به دست بیاریم، موقع نتیجه میگیریم که سطح واقعی ما هم برابر با ایناست. یعنی این شکلی بنویسم بهتره: مساوی با سطح واقعی. تا الان ما داشتیم به صورت شهودی میدیدیم، یعنی داشتیم مثل بچه مثلا دبیرستانی ها داشتیم مساحت حساب میکردیم. از اینجا باید بهش اونا رو فرمول بندی بکنیم دیگه. ما بایستی یه قدم جلوتر بریم دیگه. با استفاده از این روشی که دیدیم، این روش به ما اجازه میدهد که مفهومی به نام انتگرال معین را تعریف کنیم و با استفاده از آن، یعنی از این انتگرال معین، مساحت سطوحی را به دست آوریم که قبلا قادر به این کار نبودیم. تمام نرم افزارهای مهندسی که مربوط به مهندسی عمران هستن و معماری هستن، برای به دست آوردن مساحت زمین هایی که اونا دارن کار میکنن از همین روش استفاده میکنه. این نکته هم بگم، در مثال قبلی فاصله هم بازمون رو به این قسمت تقسیم کردیم. این قسمت مساوی هم بگم حتما مهم، به این قسمت مساوی تقسیم کردیم و چون تابع صعودی بود، y مساوی با x2 در بازه 0 تا 2 صعودیه و چون تابع صعودی بود، طول مستطیل ها رو در تقریب اضافی بر پایه نقطه انتهایی فاصله ها. یعنی اگه دقت کرده باشید، ما تو حالت اضافی عرض همه که یکی بود، عرض که یکی بود،
ولی طولش رو میخواستم حساب بکنم، میمونم چیکار میکردم؟ از این استفاده میکنم، از این زل استفاده نمیکردم. این زل راحت‌تر بود دیگه، چون وقتی با خود نمودار ما تلاقی داشت ما میتونستیم طولش رو به دست بیاریم، به خاطر همینه. خب پس چی شد؟ بر پایه نقطه انتهایی یا همون نقطه سمت راستی و در تقریب نقصانی بر پایه نقطه ابتدایی. بله همون بازه هایی که ما تیکه تیکه میکردیم بر پایه نقطه ابتدایی فاصله ها یا همون بازه ها در نظر میگرفتیم. خب داستان چیه؟ میخوایم اینجا یه کار دیگه بکنیم. برای اینکه کار ما فرمول بندی بشه میخوایم به این شکل عمل بکنیم. منحنی دلخواه y مساوی با fx، y مساوی با fx رو در فاصله a تا b به صورت منحنی y مساوی با fx رو در فاصله، بذارید من یه سره بنویسم دیگه، را در فاصله a تا b که این بازه را به n قسمت مساوی تقسیم کرده ایم در نظر میگیریم. من برای اینکه فرمول بندیش بکنم میخوام از هر دو تا مستطیل اضافی و نقصانی کمک بگیرم. چون شکل اینجا یه مقداری به هر حال پیچیده میشه، من توی یه شکل خیلی کوچیکی اینو نشون بدم. ببینید دفعه قبلی ما وقتی میخواستیم مستطیل بندیش بکنیم که قسمت تابمون رو، چون میخوام مفهوم برسونم اگه شکل فرضی رسم بکنم بهتره تا شکل عادی معمولی. خب من اینو میگیرم به دو قسمت مساوی اینو تقسیم میکنم. خب مستطیل‌ها چجوری میشن؟ یکیش این شکلی میشه، یکی دیگه‌ش هم این شکلی میشه. میخوام اینو بگم، میخوام بگم که من دارم مستطیل‌ها جوری میگیرم که نقطه وسطشون بیفته روی روی نمودار تابمون. یعنی اگه این x صفر باشه، این x1 باشه، این x2 باشه، مثلا 0 1 2 باشه، این نقطه وسطیه که مثلا من اینجا این رو x جلویی 2 مثلا ستاره میگیرم، x2 ستاره، این نقطه وسط بیفته روی نمودار ما. الان اینجا اینو من بعد رسم کردم، به خاطر همینه چند بار دارم اینو چیز میکنم. اینجا که قطع کرده این باید این شکلی باشه، مثلا نمودار ما باید این شکلی باشه. خب وسط اینم باز وسط نشد، ولی خب منظورم اینه وسط این ضلع بیفته توی. اگه این کارو بکنیم میدونی چی میشه؟ این کارو بکنیم مثلا اینایی که بیرون میفتن با اینایی که این قسمت از مستطیلایی که بیرون میفتن با این قسمت از مستطیلایی که داخل توی مستطیل نیفتادن، این قسمت هایی که داخل توی مستطیل نیفتادن اینا همدیگر خنثی میکنن. یعنی من میتونم اینو بیارم تو اینو پخش بکنم به این شکل. پس من الان میخوام
فرمول بندیش رو انجام بدم بر اساس این کار رو انجام میدم. اگه من نوشتم x1 ستاره یعنی x1 به اضافه x0 تقسیم بر 2 یعنی وسط این دوتاست. خب پس xi ستاره میشه وسط بازه آیوم. بازه این بازه یکمه، این بازه دومه، یعنی این نقطه دومیه بر اساس این نقطه دومی شماره گذاری میشه. پس xi ستاره میشه وسط بازه آیوم و وقتی میگم f xi ستاره منظورم این نقطه است که اینجا یه fی داره دیگه، منظورم اینجاست. اگه دقت بکنی این همون میشه طول ما، اینی که اینجا هست میشه همون طول ما. عرضش هم که مشخصه، عرض ما هم که دلتا ایکسه که مشخصه، که من اگه بخوام دلتا ایکس رو به دست بیارم میام چیکار میکنم؟ انتهای بازه رو منهای ابتدای بازه میکنم تقسیم بر n. اینجا نگاه کنید، یک نکته دیگه من بگم، معمولا x0 رو ما همون a در نظر میگیریم، نمادگذاری رو انجام بدیم که بر اساس اون فرمول بگیم x n رو، حالا اینجا دو تا من بازه رسم کردم دیگه، میشه n تا بازه اگه رسم بکنم اون آخریه یعنی x n اون میشه b. این اوکی. حالا من بر اساس این چیزا یعنی دلتا x هم پس چی میشه؟ دلتا x من میشه b منهای a تقسیم بر n. دفعه قبلی هم اگه تو مثلا یادتون باشه بازه 0 تا 2 بود، من برای اینکه مثلا 10 قسمتش بکنم دور منهای 0 میکردم تقسیم بر 10 که اون تعداد نیم بازه های ما به دست میومد. خب یعنی مقدار اون چیزی که من بایستی رسم میکردم. خب بر اساس این چیزایی که من اینجا نوشتم الان من میخوام اس این مستطیلا رو به دست بیارم. پس من الان بیام اینجا کارمون چی بود؟ این بود که تمام مستطیلایی که من رسم کردم مساحتشون رو حساب کنم. میگم چی؟ طول ضرب در عرض. تو بازه اولی طولش چی بود؟ x1 ستاره f x1 ستاره ضرب در عرض ما که دلتا x هست. بازه دوم f x2 ستاره ضرب در عرض ما که همون دلتا x هست تا بازه n. بازه n وسطش نقطه وسطش میشه xn ستاره. f xn ستاره میشه طول، دلتا x میشه عرض. خب من این بخوام به نوع زیگما نشون بدم این شکلی میشه زیگما i از 1 تا n f xi ستاره دلتا x، که وقتی من میگم دلتا x منظورم چیه؟ انتها رو منهای ابتدا میکنم تقسیم بر n میکنم. پس بنابر آنچه گفته شد سطح زیر منحنی چجوری حساب میشه؟ زیر منحنی برابر است با S مساوی با حد n بسیار بزرگ، حد اینو باید بگیریم دیگه، i از 1 تا n f x i استار دلتا x. من اینجا یه نکته ریزی رو باید به شما بگم. اینجا من از علامت مساوی استفاده میکنم. اینجا من نمیتونستم از علامت مساوی استفاده بکنم. دلیلش هم دیدیم دیگه، چون اینی که من اینجا دارم استفاده میکنم و مساحت مینویسم ممکنه خطا توش باشه و حالت تقریبی داره، مثل همون قضیه تقریب نقصانی و اضافی. اینجا با این که من نقطه وسط رو گذاشتم روی منحنی بازم یه خطای این وسط به وجود میاد، اینجا نیست که دقیق باشه
بخاطر همین من همیشه اینجا باید از علامت تقریبی استفاده بکنیم، ولی وقتی حدش رو حساب بکنیم دیگه عبارت دقیق میشه. آره اینجا حد وقتی می‌نویسیم میتونیم حالت از مساوی استفاده بکنیم، ولی اگر حد رو ننویسیم باید تقریبی بنویسیم. سطح واقعی ما تقریبا مثلا میشه مساوی با تقریبا مساوی میشه با حالت نقصانی، یا سطح واقعی ما تقریبا مساوی میشه با حالت اضافی. ولی اگه حد بگیریم برای انهای بسیار بزرگ، اون موقع میتونیم از علامت مساوی استفاده بکنیم. تقریبا ببینید ماهیتشون یکیه. خب فقط ما اینجا چون میخوایم فرمول بندیش بکنیم، ما میخوایم از این یه تابعی استفاده بکنیم. خب چون میخوایم فرمول بندیش بکنیم، یه مقداری نحوه رسم مستطیلا رو تغییر دادیم، وگرنه ماهیتشون یکیه. آره مثل همون یکی روش هاست. حالا ممکنه مثلا توی این منبعی که من استفاده کردم، مستطیل اومده چیکار کرده؟ به این شکل رسم کرده، اومده گفته که عرضش بیفته وسط، دقیقا عرض وسط بیاد منحنی رو قطع بکنه. ممکنه مثلا توی منبع دیگه بیاد از همون تقریبا نقصانی و اضافی استفاده بکنه و به همین نتیجه برسه. میدونید بستگی به اون منبع داره و امکان پذیرم میشه گفت هست. توی ریاضیات پیشرفتم برای اثباتش من فکر کنم از اینا استفاده میکنم. ولی نکته اصلی اینجا میخواد فرمول بندش بکنیم، هر منبعی میاد یه روش رو به کار میگیره. من به نظر من این منبع روش خوبی رو به کار بست که البته اکثر منابعی که من دیدم همین روش رو به کار بستن، یعنی همین روش اینکه مستطیل بیارن وسط که نصفش این ور بیفته نصفش اون. خب پس مساحت سطح زیر منحنی به این شکل محاسبه میشه و چون ما داریم حد و زیگما رو به کار میبریم، منظور ما این است که تقسیمات این سطح خیلی زیاد هست و خیلی کوچیکه. این وقتی من n مثلا 1000 بگیرم دیگه اون زیربازها خیلی دیگه کوچیک میشن، رسم مستطیل خیلی سخت میشه ولی دقیق تر میشه کار. هر چقدر من بزرگتر بگیرم دقیق تر میشه و از اینجا نتیجه میگیریم که پس من اینو بنویسم. در نتیجه تساوی لیمیت زیگما I از 1 تا n f x I دلتا x وقتی n به سمت بی نهایت میره برابر میشه با انتگرال از a تا b f x dx. من این میخوام بگم. آره اون که f x I ستاره هستش. خب ولی من میخوام اینو بگم که تا حالت نقصانی و اضافی هم میشه اینو نوشت. یعنی این x آی که من اینجا نوشتم کل اون عرضه. متوجه شدین؟ من تو مثال بعدی به شما توضیح میدم. فقط اینو دقت بکنید که من اینجا اومدم چیکار کردم؟ به جای اینکه از این نماد استفاده بکنم اینو تبدیل کردم به انتگرال دلتا ایکس هم که با دی ایکس مساویه دیگه. من قبلا جلسه قبلی گفتم اینو تبدیل کردم به حد مجموع. به این میگن حد مجموع. حد مجموع رو تبدیل کردم به انتگرال. خب تو این مثال ببینیم میگه مثال بعدی مساحت این شکلی بنویسم با استفاده از روش های مستطیل محیطی و محاطی سطح زیر منحنی y مساوی با x2 منهای 4x به اضافه 5
را در فاصله 0 تا 2 محاسبه کنید یا بیابید. محیطی همون اضافی میشه، محیطی نقصانی میشه. مستطیلی که به نمودار محیط میشه میگه محیطی، اونی که محاط میشه یعنی گوشاش میفته توی کل مستطیل میفته توی زیر سطح نمودار، اون میشه محاطی. خب من میخوام از همین فرمولی که اینجا نوشتم، این فرمولی که اینجا نوشتم، از همین فرمول میتونیم استفاده بکنیم. چجوری؟ اولا نمودار میدونید دیگه نقطه مینیمومش میفته، اول نقطه مینیموم داره چون اینجا ضریب x2 مثبته، نقطه مینیموم داره. من بذار نمودارش رو تقریبی رسم بکنم. نقطه مینیموم داره در حالتی که 0 هست، 0 تا 2 دیگه. نقطه مینیمومش هم منفی b بر روی 2a دیگه، میشه مثبت 4 بر روی 2 که میشه 2. درسته؟ نقطه مینیمومش رو 2 میفته و که 2 هم بذاریم میشه 4 منهای 8 به اضافه 5 میشه 1. نقطه مینیموم اینجا میفته، اگه 0 هم که بذاریم میشه 5. من بعد رسم کردم، ببینید این شکلی میشه، نزولی میشه. من میخوام مساحت این سطح رو حساب بکنم. خب یه بار میام مستطیلای حالت محیطی رو در نظر میگیرم، یه بار مستطیلای حالت محیطی. فقط اینجا بایستی به n تا زیر مجموعه اینو تقسیم کنم، n تا زیر بازه. خب پس دلتا x من میشه چی؟ 2 منهای 0 n یا همون 2 n. و دقت بکنید من وقتی این نزولی هست یه دونه از اون مستطیل‌ها رو رسم بکنم، من وقتی میخوام طولش رو بنویسم از کدوم یکی کمک میگیرم؟ از اینی که اینجا قطع کرده دیگه، درسته؟ یعنی از x از سمت چپ بازه کمک میگیرم، از مقدار سمت چپ بازه. این x i منهای 1 این x i باشه، از مقدار سمت چپش کمک میگیرم، x i منهای 1. یعنی من میام چیکار میکنم؟ به این شکل مینویسم f x i منهای 1 من این شکلی میشه به جای x مینویسم. من اگه بخوام x i به دست بیارم چجوری به دست میارم؟ کافیه که i رو در دلتا x ضرب بکنم، درسته؟ مثلا من اگه x2 رو بخوام به دست بیارم 2 تا دلتا x دارم. اونجا که مثلا 1/5 داشتیم، من اگه میخواستم مثلا x2 رو به دست بیارم میشد 2 تا 2/5 یعنی 4/5. حالا این اگه یه بار دیگه بخونید این متوجه میشید. x i مساوی با i دلتا x، x i منهای 1 میشه i منهای 1 دلتا x. خب من میام اینجا به جای f x هم به جای x ها i منهای 1 دلتا x قرار میدم، یعنی میشه i منهای 1 به توان 2 دلتا x به توان 2 به اضافه منهای 4 تا i منهای 1 دلتا x به اضافه 5. حالا میام حد مجموع f x i منهای 1 دلتا x این رو حساب میکنم. i از 1 تا n وقتی به سمت بی نهایت میره فرقش با اون قبلیه چیه؟ اینجا نقطه وسط رو در نظر گرفتم، ولی الان توی مثال من میام نقطه سمت چپ بازه رو در نظر میگیرم.
بعدا جلوتر که بریم حد که بگیریم میبینیم که دوباره به همون نتیجه میرسیم. الان من اینجا حدش رو حساب بکنم، اینا رو حساب بکنم، بعد ازشون آخر سر حد بگیرم، یعنی من چیکار باید بکنم؟ الان بایستی به جای f x i اینو بنویسم، دلتا x هم تو این رو ضرب بکنم، میشه حد زیگمای i منهای 1 به توان 2 دلتا x3 منهای 4 تا i منهای 1 دلتا x2 به اضافه 5 تا دلتا x. اینایی که به i بستگی نداره رو بیارم پشت زیگما. نگاه کنید مثلا تو این قسمت دلتا x من دلتا x من 2n بود دیگه، میشه 8n2. بعد زیگما i منهای 1 به توان 2 میشه n منهای 1 در n در 2n منهای 1 ششم. درسته؟ قبلا نوشتم دیگه. میتونیم این کارم بکنیم، میتونیم این کارم بکنیم. اول اینو به صورت i2 منهای 2i به اضافه 1 بنویسم، بعد اینجا میتوان 3 هستش، منهای اینجا میشه 2 میشه 4، یه 4 هم اینجا داریم میشه 4 4 تا 16 تا n به توان 2 زیگمای i منهای 1 بر این شد. بعد اینجا هم دلتا x من که 2 انومه 2 5 تا 10 تا 10 انومه زیگمای i از 1 تا n 1 به این صورت بنویسیم، میشه 8 تا n به توان 3 زیگمای i2 میشه n در n به اضافه 1 2 n به اضافه 1 ششم منهای 8 تا n 3 بر هر ستاش ضرب میشه، این من باید این شکلی بنویسم، منهای 2 تا زیگما i هم که میشه n در n به اضافه 1 دوم، بعد زیگما 1 هم که میشه n منهای 16 n2 زیگما i میشه n در n به اضافه 1 دوم منهای زیگما 1 هم که میشه n. الان گفتم چون i از 1 تا n هست، یعنی یه رو n بار با خودش ضرب میشه nc، اگه c باشه میشه nc یا n ضرب در 1. بعد اینجا هم به همین شکل میشه n که n بالا و پایین ساده میشه و اینجا 10 میمونه. من اگه حد اینو حساب بکنم میشه این میشه 8 n به توان 3 6 n به توان 3 منهای این که میشه 0 n به توان 2 این میشه 0 این هم میشه 0 چون این 8 n به توان 3 با تو هر ستا اینا ضرب بشه. حدش رو که حساب بکنم جواب این یکی میشه 16 2 8 تا 16 اینم 6 درسته. بعد این که میشه 0 اینم که میشه 0 پس این داخل این خروش همه 0 شدش. اینجا هم n به توان 2 این با تا هر دو تا اینا ضرب بشه دیگه، این n با این n ساده میشه، این که 0 میشه، این یکی هم میشه 16 دوم یا همون 8 پس منهای 8 این هم که میشه 10 به اضافه 10 جواب میشه چند؟ میشه 14 سوم. این برای چی بود؟ برای حالت محیطی بود. برای حالت محیطی هم اگه حساب بکنیم، من به جای اینکه
fx آی منهای 1 بگیرم، این دفعه fx آی بگیرم. یعنی سمت، یعنی به جای اینکه از این طول استفاده بکنم، از این استفاده میکنم. از این استفاده بکنم، حالت محاطی هم به دست میاد 14/3 و من تونستم با استفاده از این حد مجموعی که من اینجا معرفی کردم 2 تا 14/3 به دست بیارم و از اینجا نتیجه میگیرم که سطح واقعی ما همون 14/3 است. حالا من قسمت محاطی رو محاسبهش رو میذارم به عهده شما که این طرف هم شما باید 14/3 به دست بیارید. خب از این نکته ما تو جلسه بعدی استفاده میکنیم. این تصاویر رو من تو جلسه بعدی قضیه هاشو میگم. بعد مثالایی که ما میخوایم به این شکل حل بکنیم دیگه میگیم چیکار میکنیم. به جای اینکه من بیام این همه کار انجام بدم، انتگرال میگم انتگرال x2 میونه 4x به اضافه 5 از بازه 0 تا 2 که جوابش به دست میاد همون 14/3.